خب با سلام خدمت همراهان عزیز، داروی آلفا اسلیم رو بردم خدمتتون. داروی لاغری آلفا اسلیم، نسخه اورجینالش، انتهای جعبش به این شکل هست که یک عدد کدریجستر داره که وقتی خراشیده بشه که مشخص میشه. ساخت کشور امریکاست، مورد تایید FDA امریکاست. داروی هولوگرام و کد ریجستر. رنگ داروی اورجینال به این شکل هست. کپسول ها به این شکل هستند و با همین رنگ هستند. در 2 دوز 250 میلی گرمی و 500 میلی گرمی. چه 250 میلی گرم و چه 500 میلی گرمی، هر دو دوزش رنگ کپسول به این شکل هست. خب اینم اینم قوطی هست. لوگویی که کار شده روی قوطی لوگوی قرمز رنگ هست. آلفا اسلیم به صورت قرمز نوشته شده. 500 میلی گرم، 50 عدد، ساخت کشور امریکا. و جعبش هم که باز میکنید، باز اینجا پرچم امریکا کار شده. در جعبه‌ای که باز میکنید اینجا پرچم امریکا کار شده و در بروشوری هم که داخل جعبه به کار شده. به هیچ عنوان بروشور فارسی نوشته نیست، کاملا خارجیه. داروی آلفا اسلیم اورجینال 100% کلمه فارسی داخل جعبه، داخل بروشور و داخل قوطی به کار نرفته. رنگ کپسول هم مشاهده میکنید، هولوگرام دار، لوگوی طلایی برجسته روی جلد به کار رفته، روی قوطی. رنگ کپسول هم مشاهده میکنید. برای توضیحات بیشتر و سفارش میتونید با شماره تماس مندرج در این کلیپ تماس بگیرید.